بعد از شنیدن این سوال Tell me about yourself میتونی خودتو معرفی کنی؟ اگه توی یه مصاحبه یا جلسه کاری یا دانشگاهی بودی معرفی تو باید خیلی حرفه‌ای و قوی باشه. آموزش قبلیمون در مورد خودمون توی محیط‌های دوستانه و غیر رسمی یا اینفورمال بود که لینکش رو داخل دیسکریپشن گذاشتم. حتما ببین. حالا اگه محیط رسمی یا فرمال بود چطور در مورد خودمون بگیم؟ اگه میخوای خودت رو به انگلیسی با اعتماد به نفس توی محیط‌های رسمی معرفی کنی تا آخر ویدیو با من باش. ما معرفی رسمیمون رو توی این 6 تا قدم پیش میبریم تا مطمئن بشیم یه معرفی عالی از خودمون ارائه میدیم. اولیش یه شروع مؤدبانه است. Hello، سلام. Good morning، صبح بخیر. Good afternoon، بعد از ظهر بخیر. Good evening، عصر بخیر یا شب بخیر. یه نکته، اگه شب وارد یه جمعی شدیم خواستیم سلام کنیم باید بگیم good evening. باید توجه کنیم که good night برای خداحافظی استفاده میشه. موقع عصر به بعد انگلیسی زبان‌ها برای سلام از good evening استفاده میکنن. پس به این نکته دقت کن. یا میتونیم از این جمله‌های یک کمی طولانی‌تر و قشنگ‌تر استفاده کنیم. Hello, it's a pleasure to meet you. یعنی سلام، از دیدار شما خوشحالم. Nice to meet you. از آشنایی با شما خوشبختم. It's great to be here today. عالیه که امروز اینجام. دومین قدم اسممونه. توی موقعیت‌های رسمی بهتر اسم و فامیلت رو کامل بگی. My name is اسم کاملت. مثال My name is نیما صمدی یا این ساختار I'm نیما صمدی. اگه خواستی طرف مقابل با اسم کوچیک صدات کنه از این ساختار استفاده کن. You can call me اسمی که ترجیح میدی. مثال My name is نیما صمدی. You can call me نیما یعنی اسمم نیما صمدیه شما میتونی نیما صدام بزنی. بعد از 2 قدم اول، قدم سوم اینه که شغل و رشته تحصیلیت رو بگی. برای شغل یه ساختار ساده ولی کاربردی اینه. I'm a یا an اون موقعیت شغلیت at اسم شرکتت. مثال I'm a graphic designer at Sony یعنی من طراح گرافیک توی شرکت سونی هستم. همونطور که قبلا توی بخش معرفی دوستانه هم گفتیم قبل از عنوان شغلی باید حرف تعریف a یا an و قبل از اسم شرکت چون یه مکان مشخصیه باید حرف اضافه at بیاریم. یا میتونی بگی به عنوان چه موقعیت شغلی داری کار میکنی. I work as a یا an موقعیت شغلی at اسم شرکت. مثال I work as a marketing specialist at Google یعنی من به عنوان متخصص بازاریابی توی شرکت گوگل کار میکنم. as یعنی به عنوانه و باز قبل از اسم شرکت حرف اضافه at میذاریم. اگه خواستی مستقیم عنوان شغلیت رو نگی میتونی بگی برای این شرکت توی این بخش یا دپارتمان کار میکنم. I work for اسم شرکت in the اون بخشی که توش کار میکنی. مثال I work for Samsung in the sales department یعنی من برای شرکت سامسونگ در بخش فروش کار میکنم. باید قبل از شرکتی که براش کار میکنی for بیاری و برای بخشی که توش کار میکنی حرف اضافه این بیاری. و اگر فارغ التحصیل شدی اینجوری رشتت رو بگو. I'm a graduate in رشتت. مثال I'm a graduate in psychology یعنی من فارغ التحصیل رشته روانشناسی هستم. یه مدل دیگه گفتنش اینه I have a degree in رشتت یعنی من در این رشته مدرک تحصیلی دارم. مثال I have a degree in physics یعنی من مدرک تحصیلی فیزیک دارم. اگه هنوز داری درس میخونی یا مشغول تحصیلی بگو I'm currently studying رشتت at اسم دانشگاهت. مثال I'm currently studying computer science at the University of Toronto یعنی من در حال حاضر دارم علوم کامپیوتر میخونم توی دانشگاه تورنتو و قبل از اسم دانشگاهت باید حرف اضافه at بیاری چون مکان خاص و مشخصی. قدم 4 جاییه که نشون میده چقدر سابقه و تجربه و مهارت داری. یا ساختار اینه I have تعداد سالها years of experience in زمینه کاری. مثال I have 6 years of experience in teaching English یعنی من 6 سال تجربه تدریس زبان انگلیسی دارم. دقت کن چون داریم تجربه توی کاری رو میگیم از experience in استفاده میکنیم و بعد از حرف اضافه این میتونه اس یا شکل ing داره فعل بیاد مثل اینجا که teaching اومده. یا با این ساختار بگو چه تخصصی داری. I specialize in اون مهارت یا زمینه کاریت. مثال I specialize in web development من توی توسعه وب تخصص دارم یا من متخصص توسعه وب هستم. دقت کن که بعد از specialize حرف اضافه این اومده.
اینجوری هم میتونی بگی از چه سالی داری توی زمینه تخصصیت کار میکنی. I've been working in زمینه کاری since اون سالی که کارت رو شروع کردی. مثال I've been working in finance since 2019. یعنی من از سال 2019 تا الان در زمینه مالی دارم کار میکنم. ما اینجا از I've been working که حال کامل استمراری استفاده کردیم. چرا؟ چون فعالیت توی گذشته شروع شده. یعنی کار در حوزه مالی از 2019 آغاز شده و هنوز هم ادامه داره. هنوز هم در همون حوزه کار میکنم. میخوایم در واقع تداوم و مستمر بودن تجربه رو تا زمان حال و بعدش نشون بدیم. برای همین از present perfect continuous یا حال کامل استمراری استفاده کرد. بعد از گفتن تجربه و تخصص و مهارتمون، قدم پنجم اونجایی که باید بگیم دلیل حضورمون توی اون جلسه چیه. یه ساختار اینه. I'm here to اون هدف. مثال I'm here to apply for the position of English teacher. یعنی من اینجام تا برای موقعیت شغلی معلم زبان انگلیسی درخواست بدم. میتونی بگی من به این موضوع یا موقعیت شغلی علاقه‌مندم. I'm interested in اون موضوع یا موقعیت شغلی. مثال I'm interested in modern teaching methods. یعنی من به روش‌های مدرن یا نوین تدریس علاقه‌مندم. یادت باشه حرف اضافه‌ای که بعد از interested میاد این هستش. یا با این ساختار بگو مایلم این موضوع رو مطرح کنم که یا میخوام به این موضوع بپردازم که I'd like to discuss موضوع I'd like همون I would like هستش. مثال I'd like to discuss how my coding skills can benefit your team. یعنی من مایلم به این موضوع بپردازم که چطور مهارت‌های کدنویسی میتونه به تیمتون کمک کنه. یا این ساختار I'm looking forward to هدفت. یعنی من مشتاقانه منتظر این هدف هستم. مثال I'm looking forward to collaborating on challenging projects. یعنی من مشتاقانه منتظر همکاری روی پروژه‌های سخت و چالشی هستم. خیلی‌ها اشتباه میکنن و بعد از looking forward to یا look forward to از شکل ساده فعل استفاده میکنن و این اشتباهه. ساختار look forward to جوریه که بعدش باید یا اسم بیاد یا شکل ing داره فعل بیاد که ما اینجا collaborating رو آورد. همونطور که رسمی شروع کردی باید رسمی هم تموم کنی. این عبارت‌ها احترام و قدردانی ما رو نشون میدن. اولیش It's a pleasure to meet you. یعنی از دیدار شما خوشحالم که این رسمی تر از بقیه است. و اگه این رو اول مکالمت و معرفیت استفاده کردی دیگه آخرش هم نیار. به جاش از ساختارهای دیگه استفاده کن مثل Thank you for your time. ممنون برای وقتتون یا ممنونم که وقتتون رو به من دادین. I look forward to working with you. مشتاقانه منتظر همکاری باهاتون هستم. I appreciate the opportunity to introduce myself. از فرصتی که برای معرفی بهم دادین سپاسگزارم. تینا صبحانی یه متخصص بازاریابی و همه این 6 تا قدم رو انجام داده و خودش رو توی مصاحبه کاری اینطوری معرفی میکنه. Hello, it's a pleasure to meet you. My name is Tina Sabhani, and I'm a marketing specialist at Bright Vision Marketing. I have about 5 years of experience in digital marketing and social media strategy. I'm looking forward to contributing my skills and experience to the digital marketing manager role. I appreciate the opportunity to introduce myself. سپهر حسینی یه مهندس معماره و اینطوری خودش رو توی جلسه کاری معرفی میکنه. Good morning, everyone. My name is Seper Hosseini, and I'm an architect at Modern Design Studio. I've been working in architecture for about 7 years, focusing on sustainable and modern building design. Today, I'm here to talk about how green architecture can make our cities more efficient and comfortable. Thank you for inviting me. I'm really glad to be here, and I hope you find this presentation useful and inspiring. این چند تا قدم ساده رو که دنبال کنی میتونی خودت رو خیلی راحت به انگلیسی توی محیط‌های رسمی و کاری معرفی کنی. به عنوان تمرین توی دفترت یه معرفی رسمی از خودت به انگلیسی بنویس و هر سوالی داشتی توی کامنت ها بپرس. اگه این ویدیو برات مفید بود ممنون میشم لایکش کنی و کانال رو سابسکرایب کن تا آموزش‌های بعدی رو از دست ندی.